به تهیه کننده گفتم که باشه. گفت با من بیا در دیلمان، هر کسی را تو دوست داری من میگیرم که بیاد بخونه برای شما. بعد من اینجا به در راجع به دیلمان صحبت کردم با آقای انصاری که تنظیم فیلم میکرد، موسیقی فیلم را. من حرفا زدم، بعد رو کرد به تهیه کننده گفت آقا دیلمان اینجاست. بعد ما رفتیم که اینو ضبط کنیم. من خیلی نزدیک بود، چند ماه کوتاه بود که همسرم من از دست داده بودم. خدا بیامرزه. رفتیم در یک اتاق آکوستیکی نشستیم، دو تا از شاگردان منم با من آمدن. اون آقام تنظیم کار خودشی کرد، من قرار بود بخونم. رو در روی من اون طرف پنجره دیدم آفتاب داره پشت یک کوه میزنه پایین، تا آخرین آثارش که داشت محو میشد. من گفتم که تو میری کجا؟ مگه این پایین خونه داری؟ من که خونه ندارم، اگرم داشته باشم کسی منتظر من نیست. آقای انصاری گفت آقای فروزا آماده ای؟ گفتم چی آماده ای؟ ببینید خدا شاهد است، از هیچ کجا جز از احساسی که در شکستگی دل بال و پر گشوده بود و میخواست به کائنات برسه، این باعث شد من خوندم و از هر شهرستانی برای من رسید که ایشون تسکین گرفتن، عشق گرفتن. عجب این